انجاش داریم. You're gonna go down through lane 1. این لین بقیه جاهاست خیلی سخته ولی ما میریم این جزیره همین بغل بوئنوس. ببینید کوچیکا ما میریم خدا حافظ. خب 17 دقیقه است دارن ما رو میبرن تو. این رفتش و پول میدی برگشتش پولی نیست. بعد حالا ما اینجا همیشه میریم مشکل داریم که نمیخوام رو شیب باشیم. خیلی بامن البته همیشه موفقم شدیم گفتیم ما نمیخوایم رو شیب باشیم اونا گفتن باشه جون بله چیکار چی میگه اینطوری وارد کشتی تایتانیک میشیم. این اسمشون فریه ولی من صداش میکنم فوری چون هم میتونی اسمش بزید فوری. به خدا من نمیریم بالا. خب خیلی خلوته. شیب بیناست داره ببین فکر کنم ماشین رو اینو وای میستن. خب این آقا وایسا اینجا ما هر وقت گفت بری بالا گفتیم نه 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 we don't want to go. البته که نه تنها فقط اونجا شیبه این آقا همینجاست پایین هم شیب هست. بعد ما یه بار توشی پایین هستیم یه علمه برگوشی میخواد ایچوری ماشین رو جا نمیشه. خب بعد ما عادت داریم که معمولا پادکست گوش میدیم. حالا این دوست عزیزمون رو داشتیم گوش میدادیم که یه فلسفه رو میخواد بگه که آقای شیری اینو لطفا بفهمید بگید از تجربتون استفاده کنیم برادر. خیلی ممنون. نه جدی بگو خیلی جالب بود. چرا؟ یه بارونی هم داره میاد. میگم خودت سری از این ماشین پارک شده. از این نعمتی که داره باید استفاده کنه بره بیاد. حسن من خلوته که بالاش اصلا پر نشده. یاد قدیم چقدر اینجا پر بود. بره بالا. وای چقدر خوشگله. این توی فریه. اینجا خیلیش کوچیکه ولی خیلی برای چیزای کوچیک قهوه فلان ولی خیلی خیلی قشنگ رستوران داره بر خودشون یعنی میرسه almost there. برای اونم پرناله مشخصه grab a coffee. خب ساعت 12 دقیقه رسیدیم. از موقعی که اراده کردیم بیایم بیرون اونی مثل خونمون بود 12 دقیقه رسیدیم یک جزیره دیگه. اینجا هم هوا بارونی نیست نه نیست. این فریه میاد بس میشه به اینجا یه چیزی میندازم فولکلور که بتونی ازش خارج شی. اینجا به بنگلور بردش میاد و اینجا هوا خوبه اینا پس اینجا یه چیز هم پیاده روان میکنم برگردم ولی خوبه. خب ببینیم شهرام چی داره. البته ما اومده بودیم. از دیگه اومدیم. سرسبز و قشنگ. ما داریم میریم به سمت یه رستوران اسمش شد که ساعت 11 صبح باز میکنه. این مسیرشه خیلی جنگلیه. خیلی بامزه است. حالا یه دونه ویو هم داره. ما بریم ویوشم ببینیم. برام باحال بود. خیلی جنگل. اصلا چی شد که ما اومدیم؟ من صبح باشه گفتم من در صبحانه یه چیزا حالا صبح ببینم که هست در دل جنگل میخوام کنم دل طبیعت باشم. اوه خدا این برگا رو ببین. مو این درخته رو خدایا خیلیشون افتادن. ماشاءالله. حالا میگم جلوتر خیلی تو دل طبیعت اومدیم. اصلا نمیدونم کجا بریم. ما این درخته رو خونه اون رو ببین چی. گفت اونجا بالا واقعا خیلی معلوم نیست خیلی دل طبیعت. ولی یه بارون خیلی نرم داره میاد. چون که خیلی زیاد من این نگو زدم ندارو خیلی خوابالو خیلی خوشگله خیلی آرامشه چه سفید خوشگلی بعد داریم میریم اونجا چه یه چیز گلفه یه زنه گلفه از این ماشینا دیدم که تو جی تی ای بودم رفتیم سوار میشد الان واقعیش هست خیلی چقدر باحاله چقدر بزرگه آره هم بیروش چقدر خوشگله اینقدر خیلی جذابه تو جی تی ای بود وای قاطی کانادایی
بچه اینا قازهای کانادایی هست، اسمشون به انگلیسی میشه گوس، جمعشون میشه گیس. چون من امتحان سلفی دادم اخیرا، خیلی چیز پرتکراریه، خیلی مسئله مهمیه تو همه جلسات کاری ما. راجع به این جلسات کاری چیه؟ نهار که میریم راجع به قازهای کانادایی صحبت می‌کنیم. چرا؟ بیچاره اونجا نشستن برای خودشون. بچه زنده خوشگلی کیه؟ بود بره بکنم خیلی بورینگه، نه؟ با بیمار بازی کنیم. حالا نباید چیز کنه پیش داوری کنه، ولی چقدر آرامش داره و خودمونیم ما هیچ کس هم نیست. ما میخوایم بریم افتاده کنیم اینجا رو ببینیم. let's see دعوت کردن از خانم احمد. ای بابا چرا گفتیم؟ همین چند تا ماشینی هم که هست کارمندای رزروانه هیچ کس نیست. بچه‌ها قهوه‌اش واقعا خیلی خوشمزه بود. ما فهمیدیم که این رستوران شد یه دونه هم توی سمت ریسلر خیلی اطلاعات هم احمد کامل نیست. یه بار رفته بودیم اونجا، اونم پیشم می‌ذاریم، اونم پایین سایپرس. اصلا می‌خواستیم اول اونجا گفتیم اونجا که غذا داره و الان اینجا فهمیدیم که دوتون یکی ان. چقدر جالب واقعا. خب اینجا خیلی بامزه است. مشتری که داشتیم اومد، هوا خیلی خوب شد و همه سر شیری دادیم اینجا. غذا سفارش دادیم یا ولنه گوشتنی زیادیم دیگه، این همه راه اومد. ولی الان ساعت چنده؟ 11 ربع. از 9:30 از خواب بلند شدیم که بودیم که ببین قیافه خوابه میشه. یه چیزی می‌خوام که دل طبیعت رو ببین، نه در دل طبیعت در ارتفاعات. این وسط یه لیک کوچیک داریم، اون وسط آب و دریا نمی‌دونم معلوم نیست اینجا. همین دیگه. حالا ببینیم غذاش چطور خودمون خوب خوشمزه باشه. ان شاء الله. اصلی اینجا زویا بدن. یه آقای اینجا سوالی شب که دوست داشت بود نیما، بعد گفت نگاه داشت گفت من برگشتم همین نگاه که به یارو شروع کرد دست تکون. بعد نگاه که اصلا دوست سوال نبود یارو. هیجانی شد. به دست دیدی که داره نگاهش دست تکون. آره خلاص هوا خیلی خوب شده دیگه. آدم دارن کم کم میان گلف بازی میکنن. خب این غذای رو سفارش دادیم. اینم یه فرنچ توسته. ببینیم خوشمزه است. این چقدر بامزه است تا دیگه. بذار بخوریم ببینیم خوبه یا نه. شما که به نظر راضی میای. آره گوشتم هستم. خب این نکته جالب اینه که ما اینجا خب خیلی تفنگ میگیریم ولی اصلا تفنگ مثل آب میده، اصلا خوشمزه نبوده. به طرز عجیبی تفنگ خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. شبیه تفنگ خفن تهرانه. بقیه چیزش خوبه؟ این فرنچ توست خیلی جالبه. مجموعه چند چیز خودشونم درست کردن و خیلی طعمش اصلا معمولا اینا جدا میارن و میپل سیرپ میریزن روش. ولی اصلا خیلی چیز جالبه. یه کیکی که اصلا کم شیرینه و ایناش انقدر میباش. خوبه عجیب. اینم خیلی جالب بود که قطعا مثل شامیای ایرانی نیست. کلا قطعش خوبه. یعنی خیلی متفاوت و فرش تو و اینا. درست آقای شیرین شما خوشحال به نظر. خب ما موقعی اومدیم فقط ما یه نفر بودیم. الان رستوران خوش شده. سهل لحاظ پرداخته. خیلی هم خیلی بامزه. چیزای کلی یه جای خیلی جالب بود. غذاش هم واقعا آدمش هم باحال. دوستم بیاد. اینجا آدم‌ها دارن گلف بازی میکنن. خیلی بامزه است. این قاز ها این وسط هستن میرسه اینجا. تو این آفرین یارو واقعا عاشق گلفه که تو این بارون شدید داره بازی میکنه. ولی خب هوا اوکی خوبه، سرد عجیب نیست. بارونش خیلی الان شدید شد. جای باحالی هم بود اینجا، ما دوست داشتیم. آقا واقعا یه تجربه خیلی باحال بود. اصلا خیلی خوش گذشت. الان ساعت چنده؟ یا 12 رو از 9:30 خونه قصیتی. غذا خوردیم خیلی خوشمزه بود. هوا به این خوشگلی، طبیعت به این خوشگلی، دیگه آدم چی میخواد از زندگیش؟ واقعا چی میخواد از زندگیش؟ همین هست. وای اصلا ویوره نقی معموله. خیلی خوبه. من خیلی خوشحالم. سوپر هپی. بارون شدید شد ولی خیلی باحاله. I love it. اینو از دوستم یاد کردم مونا جون. امروز واقعا ما اسمای دوستامونو میگیم. دیگه خدا حافظ از این طبیعت زیبا. بریم ببینیم کجا میریم. با ادبه. قربون شما چرخ گوشتم پرزورم و جای گوشتم. من نمیدونم مثل یه تبلیغ بوده. مادرمون میخوند.
و ما هی با هم میخونیم. این خیلی با من است. البته با یه لحن قشنگ. با لحنت بخون آقا صاحب. قربون شما صفحه نیست. برای خودمون جالبه. ولی آره دیگه از این رستوران اومدیم بیرون. می‌خوایم بریم ببینیم دیگه چی داره. تو جاهایی که دفعه اول رفتیم می‌ذاریم تو ویدیوها. می‌خوایم بریم سری جدیدش رو ببینیم. البته انقدر بارونی شد ولی هوا اصلا سرد نیست. هوا خیلی خوبه. همینش جایش. خب ما اومدیم رسیدیم به اینجا. وارد ساحل شدیم. با ماشین می‌خوایم بریم تو. سوی همین دندقم بریم. همین قسمت بعدش. اوه look at it. حالا اینجا از این قایق کوچیک اسمش میشه کنیا از اونا داشت. ولی خب اونقدر بارونم زیاده که این کاری نمیشه کرد. ولی اونا میذارن اونجا هر کی خواست بره برداره بندازه استفاده کنه و لذت ببره. ببین میوره. ما اصلا برامون مهم نیست چقدر بارون داره میاد. مهم اینه که ما بالاخره میای قیافه سوری. ولی خدایی هوا سرد نیست. نه سرد نیست. اصلا خیلی هم خوبه. خیلی خوشگله. میتونیم رو برعکس کنیم و برگردیم. قایق‌ها از اینا منظورم بود. بهش میگن کنیو. اینا خودت میتونی برداری بندازی تو آب بری و دوباره بذاری سر جاش. ولی خب نه الان ما برداریم الان بریم. بریم الان بریم تو آب. الان بریم Really? No way. Danger. تو قول چیز نه غیر معمولی دانجر. Danger coming into beach. آخه این چیزا هست. نو چیشه؟ دایدن بایی شده؟ آره اینجا میتونیم بریم تو. دشویی هم داره. صدای آب آخه بریم. شمال هم اومدیم ریس نکنیم فقط اینجا. رو این را برو. اینا داره. ما داشتیم میمدیم واقعا ببین سویل چه چیزی تو راه میخونه. عمه بابایی هم چقدر نگاه. یعنی چی عمه بابا یعنی چی؟ یعنی فقط گوش دادی به عمق ماجرا دقت نکردی. این همه داستان گفتن تو مدرسه بهت. عمه بابایم ویرگولو ببین. لوکره آخه یه دفعه صحبت هم صدایه. یه عکس هم هست هوا رو فقط دل و باید سر به جاده و رفت. الان ما بودو به فری میرسیم یا نه بریم ببینیم. خب ما تو ساعت ببینیم بهمون این فری میرسه یا نظر میرسه یا نمیسر ببینیم چی میشه. به قول بهرام افشاری شانس ماله اون کسیه که تا لحظه آخر تلاش میکنه. حالا ببینیم میرسه یا نه. دیگه رسیدی خدا اینو نه رد کنی. رسیدیم. فکر کن اون لب پل میگه دم در عقب بگیر. رسیدیم. ببین لحظه آخر رسیدیم و یه صف طولانی تقریبا همه جا پره الان. احتمالاً ما رو الان میندازه چند تای آخری. وقتی خدا بخواد داره نگاه میکنه. من نه خب رسیدیم. بله ولی طبقات پر شده. ببین کلا مثلا یه 10 تا ماشین دیگه جا داره. خوب بود دیگه. تو برود کریمه ونکوور ساعت که کنیم خیلی باحال به سفر جالب بود. الان تو خونه کنم یه رو باید درسته؟